سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و خوش و سلامت باشین. توی هفته‌ای که گذشت ما یک آپدیت داشتیم توی اخبار استرالیا و یک خبر جدید. توی این ویدیو میخوام این دوتا موضوع رو در موردشون صحبت بکنم. امیدوارم که براتون مفید واقع بشه. آپدیتی که براتون میخوام در موردش صحبت بکنم در رابطه با ویزاهای 190 و 491 ایالتی هست که مربوط هست به ایالت کوینزلند. در واقع این ادامه ویدیوی قبلی هست که گذاشتم، چون طی هفته گذشته ایالت کوینزلند اومد شرایط جدیدش رو اعلام کرد که در ادامه این رو براتون توضیح میدم. و خبری که میخوام در موردش صحبت بکنم راند 189 هستش که در تاریخ 5 سپتامبر اداره مهاجرت برگزار کرد و دیروز اطلاعات این راند رو اومد توی سایتش گذاشت و اطلاع رسانی کرد و حالا ما میتونیم یک برآوردی و تحلیلی در مورد این راند داشته باشیم. ایالت کوینزلند هفته گذشته اومد و شرایط جدید خودش رو اطلاع رسانی کرد. همونطوری که میدونین امسال کوینزلند به نسبت سایر ایالت‌ها ظرفیت چندان بالایی نداره. 600 تا ظرفیت گذاشته برای 491 و 600 تا گذاشته برای 190 و بر اساس حالا این شرایطی که اعلام کرده به نظر میاد که خیلی داره سلکتیو عمل میکنه. چند تا شرط رو به عنوان شرایط کلی در نظر گرفته برای افرادی که دارن از خارج از استرالیا و به عنوان اسکیل ورکر اقدام میکنن. اول اینکه این ایالت هم مثل سایر ایالت ها یک لیست مشاغل اعلام کرده، یعنی این ایالت هم مشاغل مورد نیاز خودش رو داره که اون اومده لیست کرده. وارد سایت کوینزلند که بشین میتونین لیست مشاغل مورد نیاز رو ببینین. منم لینکش رو توی توضیحات این ویدیو حتما میذارم براتون. از اینکه شغل داخل لیست مشاغل قرار داشت، شرایط دیگه هم لازمه که داشته باشین برای اینکه بتونین برای این ایالت اقدام بکنین. اولین شرط این هستش که نمره زبان پروفیشنت این ایالت درخواست کرده، یعنی نمره زبانی که میخواد آیلتس 7 یا PTE 65 یا معادل اون توی سایر آزمون‌های زبان هست. و شرط دومی که این ایالت اعلام کرده 5 سال سابقه کاری در رابطه با اون شغلی که دارید براش اقدام میکنید. ایالت اومده توی لیست مشاغلی که اعلام کرده یک سری مشاغل رو به عنوان اولویت اعلام کرده و توضیح داده که با توجه به اینکه کوینزلند داره به سمت انرژی پاک حرکت میکنه، بنابراین مشاغل مرتبط با انرژی جزء اولویت‌های این ایالت هست. حالا از دست این مشاغل مدیران مهندسی هستن، مدیران پروژه ساخت هستن توی لیستی که اعلام کرده، یه سری تکنسین ها هستن، یه سری مشاغل فنی حرفه‌ای هستن و مشاغل مرتبط با محیط زیست. اینها جزء اولویت های این ایالت قرار دارن. 189 که در تاریخ 5 سپتامبر برگزار شد. اداره مهاجرت اطلاعات این راند رو گذاشته و ما میتونیم ببینیم که راند خیلی خوبی بوده. حدوداً 8000 نفر دعوتنامه 189 توی این راند دریافت کردن. مشاغل بسیار متنوع هست، تقریباً بیشتر مشاغل میشه گفت که دعوتنامه داشتن. مشاغل کامپیوتری دعوتنامه دریافت کردن، تعداد زیادی از مشاغل مهندسی، مشاغلی مانند حسابداری و گروه‌های حسابداری، مشاغل ترید ورکر، مشاغل تکنسین ها و کلاً گروه زیادی از مشاغل که اگر اینو بخواین با دیتیل ببینین میتونین وارد سایت اداره مهاجرت بشین و راند 189 رو بررسی بکنین. دقیقاً گفته که چه مشاغلی و با چه امتیازی دعوتنامه دریافت کردن. یه سری مشاغل با کف امتیاز، یعنی با امتیاز 65 دعوتنامه گرفتن که حالا طبق معمول 2 تا راند اخیر مشاغل ترید ورکر و به خصوص مشاغل ساختمانی این گروه بودن. همچنین یه سری مشاغل مثل مدیر پروژه ساخت و مثل شغل نقشه کشی عمران روی 75 امتیاز دعوتنامه گرفتن که واقعا خیلی عالیه. سایر مشاغل هم با امتیازهای 80, 85, 90 به بالا تونستن دعوتنامه بگیرن.
لینک سایت رو من میذارم که خودتون بتونین وارد سایت اداره مهاجرت بشین و این رو دقیق تر بتونین ملاحظه بکنین. کلام آخر این ویدیو این که زبان رو خیلی جدی بگیرین. همینطوری که ملاحظه میکنین امسال اکثر ایالت ها اومدن نمره زبان رو جزء اولویت هاشون قرار دادن. اینو تو ویدیو قبلی هم گفتم، منتها الان که کوینزلند هم باز شده و شرایطش رو اعلام کرده میبینیم که این ایالت هم اومده شرط نمره زبان گذاشته و اصلا آیلتس رو گفته که 7 به بالا رو قبول داره. تلاش کنین که نمره زبانتون رو بالا ببرین، واقعا تاثیر داره توی بالا بردن شانستون در گرفتن دعوتنامه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. هر سوالی دارین و هر نکته‌ای که هست هم میتونین اینجا کامنت بذارین و هم از طریق سایت میتونین وارد سایت بشین، فرم درخواست مشاوره رو تکمیل بفرمایین و یک مشاوره رایگان با توجه به شرایط خودتون داشته باشین. ممنونم ازتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.